گاهی روزهایی رو تجربه می‌کنیم که انگاری هیچ چیزی سر جاش نیست. نه حال حرف زدن داریم، نه انرژی برای حرکت کردن. یادت باشه نیازی نیست بابت این روزها خودتو سرزنش کنی یا بخوای به زور قوی بمونی. میخوام برای روزهایی که آشفته و سردرگمی کتابی رو بهت معرفی کنم که با راههای کوچیک و عملیش یادت میده دوباره حرکت کنی. حتی شده با یه نفس کشیدن آگاهانه. البته این کتاب قرار نیست یک شب زندگی تو تغییر بده یا بخواد یه نسخه آماده واسط بپیچه. اما میتونه به عنوان یه همراه کنارت باشه تا کیفیت زندگی تو بالاتر ببری. سلام، اینجا الاروز بوکه و قرار کتاب نامه‌هایی برای وقتایی که حالت خوش نیست نوشته جولی اسمیت رو با هم بررسی کنیم. با من همراه باشین. محتوای کتاب حول محور 3 گفتگوی مهمه که در قالب نامه‌هایی با شما در میان گذاشته میشه. تو گفتگوی اول از رابطه‌های حرف میزنه که منشأ ناراحتی ما هستن. از رابطه عاطفی و کاری گرفته تا پیوند ما با والدین و حتی با خودمون. اینکه چطور مقایسه‌های مداوم، رقابت‌های بی‌وقفه و حتی زخم‌های جامونده از والدین میتونه انرژی ما رو بگیره و رفته رفته ما رو فرسوده تر کنه. توی گفتگوی دوم از درگیری‌های ذهنی و کشمکش‌های درونی میگه. مثلا مثل یه صدای منتقد که نمیذاره خودت رو باور کنی و یا اضطراب و استرسی که بی هوا بهت حمله میکنه. مثلا وقتی زندگی با سرعت زیادی در جریانه و تحت فشار و استرس هستید، برگردید به کتاب و بخشایی که بهش نیاز دارید بخونید. هر چند بار که شده بهش نیاز داشتید بازم مطالعهش کنید. اینقدر که تا آماده بشید و دوباره برگردید به زندگی. بخشی از کتاب به ما یادآوری میکنه که اعتماد به نفس یعنی حرکت رو به جلو، حتی با وجود همه ترس‌ها و تردیدها و بدون در نظر گرفتن نتیجه انجام کار. و توی گفتگوی سوم به احساسهایی میرسیم که مثل سایه همراهت هستن. وقتی همه چیز بی‌معنا میشه، وقتی که فکرت بی‌وقفه میچرخه و به آرامش نمیرسی. هر فصل کتاب یک نامه مستقله و درست تو زمانی که بهش نیاز داری میتونی بری سراغش و بخونی. جولی اسمیت این ادعا رو داره که توی این کتاب کنار افرادی هستش که دارن روزهای سخت و دشواری رو به تنهایی به دوش میکشن و تو هر نامه با یه گفتگوی امن باعث تسکین و دلگرمی خواننده میشه. اگر میخوای بدونی که این کتاب مناسبت هست یا نه، ببین کدومی که از این ویژگی ها رو داری. این کتاب برای افرادی که دچار اضطراب، پوچی و بی‌انگیزگی هستند و به دنبال راهکارهای عملی می‌گردن برای مدیریت هیجانات روزمره‌شون، برای افرادی که در روابط بین فردیشون دچار چالش شدن، برای دانشجوها و علاقه‌مندان به حوزه سلامت روان و روانشناسی که میخوان مطالب علمی و پیچیده رو در قالب تمرین‌ها و مثال‌ها یاد بگیرن و همچنین برای کسانی که دسترسی آسون به درمانگر و مشاوره ندارن و به دنبال همراهی امن و قابل اتکا میگردن و افرادی که میخوان خودآگاهیشون رو بالا ببرن و تقویت کنن. چطور باید این کتاب رو بخونیم؟ قرار نیست این کتاب رو مثل خیلی از کتاب‌ها از اول و صفحه بخونیش. هر فصل این کتاب رو با توجه به حس و حال اون روزت میتونی بری سراغش. یعنی اگر روزی بی‌حوصله هستی و بدون انگیزه‌ای میتونی بری سراغ فصلی که راجع به اراده صحبت میکنه که بهت میگه دلیل این حس چیه، ریشه هاش چیه و با دادن راهکارهایی باهات قدم به قدم همراه میشه. بعضی فصل‌ها تمرین‌های کوچیکی دارن که میتونی همون روز انجامشون بدی و در انتهای هر فصل یه خلاصه کوچیک داره که میتونی با یه نگاه کوچیک مرورشون کنی. این یعنی اینکه کتاب رو میتونی زمانی که داری استراحت میکنی، توی مسیر و حتی قبل خواب مرورشون کنی و با خوندن اون فصل یک تغییر کوچیک توی حال و ذهنت داشته باشی.
کتاب نامه‌هایی برای وقتهایی که حالت خوش نیست شبیه یه دوست قراره تو روزهای تاریک کنارت باشه بدون اینکه تو رو قضاوت کنه و بهت یادآوری کنه دوباره حرکت کنی. این کتاب توی 3 بخش منشأ ناراحتی‌های ما رو توی ارتباط‌ها، کشمکش‌های درونی و احساس‌های فرساینده بررسی میکنه و با دادن راهکارهای عملی و ساده بهت یاد میده دوباره حرکت کنی. کتاب نامه‌هایی برای وقتهایی که حالت خوش نیست توسط انتشارات میلکان در 350 صفحه در قالب 26 فصل به چاپ رسیده. اگر دوست داشتید این کتاب رو تهیه کنید میتونید از سایت بوکمن ایران با کد تخفیفی که توی کپشن هست تهیه کنید. من الهه هستم و اینجا الا روزبوکه. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید و خوشحال میشم نظراتتون رو با من در میون بذارید.